در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ‌الاسلام. قسمت 13، بخش 3 از باب 3، رابطه فرهنگ و زبان. فرهنگ هر ملت عبارت است از مجموعه‌ای از آداب و رسوم، عادت‌ها و سنت‌ها، رفتارهای فردی و اجتماعی، زبان گفتاری و نوشتاری، شعر، موسیقی، معماری و غیره. این مجموعه توسط افراد یک مرز و بوم در راستای بقای خویش و در تحت شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، جغرافیایی و اقلیمی حاکم بر محیط و در مدت زمان طولانی شکل گرفته و تکوین می‌یابد. نکته قابل توجه این که هر جزء این مجموعه که معلول شرایط است خود می‌تواند به عاملی در جهت تثبیت و تحکیم شرایط تبدیل شود. در میان این اجزا، زبان به این دلیل که عامل ارتباطی بین افراد یک جامعه است اهمیت ویژه‌ای دارد. حوادث روزمره و بسیار ساده‌ای که در مدت اقامتم در استرالیا اتفاق افتاد مرا به این امر واقف گردانید که زبان ما می‌تواند خود مانعی در رسیدن به دموکراسی و تبعات آن باشد. نوشتارهای زیر به تأثیر شرایط حاکم بر جامعه ما بر بعضی از محصولات فرهنگی همچون زبان نوشتاری و گفتاری برخورد و بیان احساسات ما پرداخته و آنها را با موارد مشابه خود در جوامع پیشرفته به مقایسه گذاشته است. بدیهی است این مهم به مطالعات و تحقیقات جامع و کاملی نیاز دارد. شرح معدودی از این وقایع به فهم بیشتر آنچه که در نظر دارم کمک می کند. نامه‌نگاری. در مراحل پایانی این کتاب بودم که هموطنی نامه ای را که به یکی از مسئولان اداره مهاجرت در استرالیا نوشته بود برای من فرستاد تا آن را برایش به انگلیسی ترجمه کنم. اولین پاراگراف نامه بسیار زیبا و تأثیرگذار نگاشته شده و چنین شروع می شد: اگر پرندگان مهاجر را دوست ندارید، آشیانه‌هایشان را خراب نکنید. در پی یافتن معادل کلمه پرنده مهاجر با همان بار فرهنگی و احساسی که در زبان فارسی دارد به دوستی انگلیسی زبان تلفن کردم. مقدمتاً به او گفتم که نامه‌ای است به اداره مهاجرت و سپس از او راجع به پرنده مهاجر سوال کردم. او که به شدت گیج شده بود و نمی‌دانست پرنده در نامه اداری چه می‌کند، از من در مورد آن پرسید و من برایش مفهوم و پیام جمله را توضیح دادم. پس از سکوتی کوتاه به من گفت بهتر است فقط قسمت‌هایی را که تقاضای این شخص در آن مطرح شده است ترجمه نمایم. در خلال صحبت‌هایمان دریافتم که در این کشورها معمولاً نامه‌ها صریح، کوتاه، منطقی و بدون حشو و زوائد نوشته می‌شود و اگر خواسته‌ای در نامه مطرح شده باشد در صورت قانونی بودن به آن رسیدگی شده و در غیر این صورت ده‌ها صفحه شرح مصیبت نیز تأثیری در نحوه انجام وظیفه فرد مسئول نخواهد گذاشت. چنین شد که فقط اصل تقاضا را ترجمه کرده و به همراه توضیح کوتاهی برای علت این کار به او ارسال داشتم. مدتی گذشت و از این هموطن خبری نشد. چند بار به او تلفن کردم ولی تلفنش جواب نداد. برای رفع نگرانی خویش چاره‌ای نداشتم جز این که برایش نامه‌ای بنویسم. وقتی نوشتن نامه را شروع کردم متوجه شدم این کار مثل همیشه برایم چندان ساده نیست و به زمانی نیاز دارد که در اختیارم نبود. در کش و قوس این مسئله با خود فکر کردم با وجود ضعفی که در زبان انگلیسی نسبت به زبان فارسی دارم چقدر برایم راحت‌تر بود اگر این نامه را می توانستم به زبان انگلیسی بنویسم. توضیح این که آنچه که من بایستی می نوشتم فقط این 3 جمله کوتاه بود: تلفن شما جواب نمی دهد. امیدوارم که کارها بر وفق مراد باشد. اگر کار دیگری داشته باشید مرا در جریان بگذارید. اگر نامه را به زبان انگلیسی می نوشتم ترجمه همین جملات کفایت می کرد. اما به زبان فارسی نمی توانستم چنین کنم و بایستی حداقل چند خط دیگر که مشتمل بر تعارفات و تکلفات بود اضافه می کردم. و این همان مهارتی بود که من از آن بهره‌ای نداشتم. از طرفی به انگلیسی نوشتن نیز بدون بیان علت آن ممکن بود مرا در معرض اتهام‌هایی چون غرب زدگی قرار دهد. خوشبختانه در حین این جنگ و جدال ذهنی این هموطن به من تلفن کرد و مشکل به خیر و خوشی حل شد. در جهت فهم بیشتر موضوع مثالی میزنم.
شما به منزل کسی رفته اید و او را نیافته اید. به حال می‌خواهید برای او روی تکه کاغذی بنویسید که من به منزل شما آمدم و شما نبودید. مخاطب شما هر کس و در هر مقامی که باشد به زبان انگلیسی تقریباً با 1 یا 2 جمله می‌توانید این مطلب را بیان کنید. چرا که در این زبان برای کلمات من، شما، آمدن و نبودید مترادف دیگری یافت نشده و اگر نیز وجود دارد استفاده از آن چندان معمول نیست. اما در زبان فارسی به جای من از کلماتی چون بنده، حقیر، فدوی، مخلص و چاکر و برای کلمه شما نیز میتوان از کلماتی چون جناب عالی، حضرت عالی، سرکار عالی، سرکار علیه و غیره و به جای کلمه آمدن نیز میتوان از کلماتی چون شرفیاب شدن، خدمت رسیدن و برای کلمه نبودید از عبارتی چون تشریف نداشتید یا موفق به زیارتتان نشدن میتوان بهره جست. با این کلمات 10 نوع جمله متفاوت میتوان نوشت و نوع نگارش بسته به اینکه مخاطب شما چه کسی است تفاوت میکند و تازه این بدون در نظر گرفتن تعارفات و عرض بندگی و ارادت‌هایی است که در شروع و در پایان نامه لازم میآید. با توجه به این تفاوت عظیم میتوان تصور کرد ارسال نامه‌های مشابه نامه‌هایی که امروزه در سطح رؤسای جمهور، وزرا و دانشمندان در کشورهای مدرن نوشته می‌شود تا چه اندازه میتواند حتی برای کدخدای یک روستای دورافتاده در کشورهای در حال توسعه توهین‌آمیز و برخورنده باشد. چرا که این نامه‌ها خالی از عرض ارادت‌ها و بندگی‌ها و بالا بردن‌های مخاطب و حقیر کردن نگارنده نامه و در نهایت فاقد کلماتی است که در لوای احترام بر نابرابری انسان‌ها مهر تأیید می‌گذارد. طبیعتاً در جوامعی که افراد به جای قانون تصمیم می‌گیرند، یکی از ابزارهای رسیدن به اهداف تحریک احساسات مسئولین است. معمولاً کم در زندگی خود شاهد نبوده ایم که کسانی از طریق زبانبازی، التماس، گریه یا حتی گفتن دروغ به اهداف خود اعم از انسانی یا غیر انسانی رسیدند. تحریک احساسات رئیس اداره برای گرفتن مساعده، تحریک احساسات پدر برای فرار از ازدواج تحمیلی، تحریک احساسات شوهر برای رفتن به مسافرت و تحریک احساسات مدیر مدرسه برای ثبت نام فرزندان و غیره با استفاده از کلمات و واژه‌های مبالغه‌آمیز و متعدد و از طریق هیجان و احساسی که به نحوه بیان کلمات داده می شود صورت می پذیرد. بی‌نظیر خوانده شدن علم بیان و فن فصاحت آسیایی توسط غربیان شاید اشاره‌ای به همین مطلب باشد. پذیرش خطا و عذرخواهی. خانم هموطنی حادثه ای را برایم تعریف کرد که برای بیشتر ما خانواده‌های ایرانی اتفاق افتاده بود. ظاهراً یک روز که دختر و پسرش تکالیف دبستانشان را انجام می‌دادند و با انگلیسی نیز مشغول گفتگو بودند، دست یکیشان به لیوان روی میز می‌خورد و لیوان آب می‌افتد و آب کمی که در آن بود مدادهای دیگری را خیس می‌کند. بلافاصله آنکه دستش به لیوان خورده بود می‌گوید ساری و دیگری جواب می‌دهد that's okay. روز دیگری که همان 2 کودک مشغول صحبت به زبان فارسی بودند، اتفاق مشابهی می‌افتد. و مکالمات زیر بین آنها رد و بدل می شود. مگه کوری؟ چشاتو باز کن. کور خودتی. تقصیر اونه که لیوانو روی میز گذاشته. حالا برش دار. به من چه؟ خودت برش دار. و این مکالمات تا جنگ تن به تن و فریاد تقاضا برای یک میانجی ادامه می یابد. این مادر می پرسید که آیا فرزندان ما برای تغییر نحوه گفتار خود بایستی زبان خود را عوض کنند یا اینکه راه دیگری وجود دارد؟ اگر آری، آن راه کدام است؟ توجیه خطا و تقصیر گناه خویش را بر گردن دیگران و گاه شرایط مکانی و زمان گذاشتن و به عبارت دیگر به صدر ریسمان چنگ زدن برای فرار از قبول اشتباه و معذرت خواهی از ویژگی‌های دیگر فرهنگی رایج در میان ماست. علت وجود این ویژگی را شاید بتوان در نظام‌های طبقاتی و شرایطی جستجو کرد که در آن قانونی از شهروندان حمایت نمی‌کند. جوامعی که تبعیض از هر نوع آن، چه مقام و موقعیت اجتماعی، چه جنسی، سنی، قومی و قبیله‌ای در آن رایج است. در جوامعی که همواره آنان که در رأس قدرت و به عبارتی هرم اجتماعی قرار دارند خود را سایه و نماینده خداوند در روی زمین می‌دانند. از آنجا که یکی از صفات خداوند مبرا بودن او از خطا و اشتباه است، قبول اشتباه توسط این افراد باعث نزول آنان از شأن و جایگاه خداییشان می‌شود و این به نوبه خود
به از بین رفتن حرمت آنان در چشم زیردستانشان می انجامد. بنابراین در جهت حفظ شأن خویش خطای خویش را هرگز پذیرا نمی شوند. از طرفی از آنجا که در این جوامع هر کس به نوبه خود سلطانکی است و بندگانی دارد، بدین معنا که اگر رئیس است کارمندانی دارد، اگر معلم است استاد شاگردانی، اگر کارفرماست کارگرانی، اگر مرد است همسری، اگر پدر است فرزندانی و اگر برادر بزرگتر است خواهر و برادران کوچکتری، این احساس و متعاقب آن این ویژگی بر کل جامعه تسری یافته است. طبیعتاً فاصله فرادست و فرودست خود نقش اساسی در چگونگی عمل عذرخواهی خواهد داشت، بدین معنا که هرچه این فاصله بیشتر باشد عذرخواهی از جانب فرادست سخت‌تر می‌گردد و به همان میزان انجام این عمل برای فرودست سخت‌تر می‌نماید. برای مثال عذرخواهی یک مستخدم از ارباب، یک آبدارچی از رئیس اداره، یک شاگرد مدرسه از مدیر به راحتی صورت می‌گیرد، حتی گاه اگر خطایی نیز مرتکب نشده باشند. با این ترتیب می‌توان دید چرا و چگونه عمل عذرخواهی با نوعی احساس فرودستی یا حقارت توأم می‌شود و همین احساس مانع از آن می‌گردد که افرادی که خود را هم شأن و هم سطح یکدیگر می‌دانند بتوانند به راحتی اشتباه خود را پذیرفته و برای آن عذرخواهی کنند. مذموم شمرده شدن عمل قبول اشتباه و عذرخواهی در این جوامع به دلیل حقارتی که در درون آن نهفته است تا بدانجاست که آن را حتی معادل خوردن مدفوع قلمداد کردند. بسیار دیده می شود که کودکان وقتی مورد خشم پدر، معلم، ناظم یا مدیر قرار می گیرند از عبارت غلط کردن و گه خوردن برای جلب بخشایش آنان سود می جویند. بزرگترها به کرات به کوچکترها چنین توصیه کرده و می کنند که انسان نباید کاری کند که مجبور به گه خوردن شود. چنین توصیه هایی انسانها را مجبور می کند که وقتی کار اشتباهی صورت دادند به صدها بهانه چنگ بزنند تا فقط معذرت نخواهند. در حالی که عبارت اشتباه یا غلط کردن I was wrong یا اشتباه می کنید you are wrong که در فرهنگ ما این چنین توهین‌آمیز است، در میان انگلیسی زبانان بسیار عادی است و به کرات در گفتگوهای روزمره از آن استفاده می شود و به همین روال معذرت خواستن. دلیل دیگری نیز وجود دارد که قبول اشتباه و عذرخواهی را در جامعه ما با مشکل روبرو می کند و آن رفتاری است که با عذرخواهنده داریم. سنت ضعیف کشی و قوی پرستی باعث می شود که جامعه از فردی که به درجه‌ای از آگاهی و انسانیت و فروتنی رسیده که اشتباه خود را قبول و معذرت می خواهد با این تصور که او با این عمل ضعف خود را نشان داده روی بگرداند یا او را مورد حمله های بیشتری قرار دهد. به نظر می رسد ما در این رابطه نیز در حلقه بسته‌ای گرفتار آمده ایم. همین برداشت و برخورد باعث می شود کسانی که باور و اعتقادشان را به یک مکتب یا ایدئولوژی در طی زمان از دست داده‌اند حاضر به اعتراف به آن نشوند. اعترافی که گاه حتی نیازی به معذرت خواهی از کسی ندارد. اعترافی که خود نشانی از رشد فکری و تکامل معنوی شخص دارد. به عبارت دیگر اگر انسانی در 50 سالگی همان نگاهی را به دنیا و زندگی داشته باشد که در 20 سالگی، معنایش این است که 30 سال به لحاظ عقلی و فکری راکد مانده است. ترس از برخورد و قضاوت دیگران گاه افراد را بران می‌دارد که توقف رشد عقلی خیش را قبول کنند و بر باور به یک عقیده در تمام عمر پافشاری نمایند. در این جوامع فقط فرهیختگان و هوشمندانی که خود را از زنجیر اسارت این دایره بسته و ترس از برخورد دیگران رهانیده‌اند به راحتی و با تواضع به اشتباه‌های خویش معترف می‌شوند. روشن است که این نوع برخورد با قبول اشتباه است که افراد را به دروغگویی، تهمت زدن به دیگران، توجیه کردن خطا و در نهایت به سلب مسئولیت از خود سوق می‌دهد. برخوردی که آن را در بسیاری از سطوح جامعه می‌توان مشاهده کرد. از کودک 3 ساله گرفته تا مسئولان تراز اول مملکت که گناه تمامی شکست‌ها و عقب ماندگی‌هایمان را به گردن اوضاع اقلیمی و جغرافیایی، حمله‌ها، جنگ‌ها، مذاهب و بالاخره امپریالیسم جهانی می‌اندازند و هیچ نقش و مسئولیتی برای خود در این رابطه قائل نمی‌شوند. قابل توجه این که هرچه انسان‌ها تعداد بیشتری از افراد را تحت پوشش تربیتی خود داشته باشند، تأثیرات ویژگی‌های آنان چه منفی و چه مثبت بر جامعه بیشتر خواهد بود.
برای مثال اگر پدری اشتباهش را با تواضع بپذیرد، فرزندان او این عمل نیک را از او خواهند آموخت و اگر معلمی خطای خیش را پذیرفت و در مقابل دیگران از شاگردش عذرخواهی کرد، همه شاگردانش را تحت تأثیر قرار خواهد داد و این عمل زیبا را با آنها خواهد آموخت. به این ترتیب اهمیت وجود چنین ویژگی‌هایی در افرادی که داعیه رهبری فرهنگی و سیاسی افراد، گروه‌ها و به نحو اولی جامعه‌ای را بر عهده دارند روشن می‌شود. شاید یکی از دلایلی که ما قرن‌هاست در وضعیت خود در جا می‌زنیم همین باشد که در تار و پود خلقیات خویش اسیریم و ویژگی‌های منفیمان را در پوشش‌های زیبایی پیچانده‌ایم و همین پوشش نمی‌گذارد که ما آنها را وانهیم. برای مثال عدم قبول اشتباه را حفظ غرور می‌نامیم و عدم صراحتمان را خوش‌زبانی و عرض ارادت‌هایمان را احترام و دخالت در زندگی یکدیگر را مهر و محبت می‌دانیم. آموزش عدم قبول اشتباه و تقصیر خطای خود را به گردن دیگری گذاشتن از اوان کودکی شروع می شود. از آن زمان که خشم ناآگاهانه و بیجای پدر به دلیل خطایی که از کودک سر زده است، مادر را مجبور می کند که به حمایت غیر اصولی از او بپردازد و خطای او را به نوعی توجیه کند و کار اشتباه او را به گردن کلاغه یا گربه محله با نام مستعار گربه سیاهه بیاندازد. عملی که به کودک می‌آموزد که می‌توان خطایی کرد و گناه آن را به گردن دیگری انداخت. بارها شاهد بوده ایم که مادران در جهت تشویق کودک به غذا خوردن چشمان خود را بسته، قاشق را به دهان او نهاده و سپس چشمان خود را باز کرده و پرسیدند که چه کسی غذا را خورده و کودک در حالی که مشغول بلعیدن غذا بوده است به شخص دیگری یا عروسکی که در بغل دارد یا گنجشک روی درخت اشاره کرده و مادر با عشق و هیجان او را به ادامه این کار واداشته است. آری، همین کارهای به ظاهر ناچیز به کودکان می‌آموزد که می‌توان کاری را انجام داد و مسئولیت آن را به گردن شخص یا حادثه دیگری انداخت. دریافت اهمیت موضوعاتی به این کوچکی ما را به این امر واقف می‌کند که علاوه بر از بین بردن فقر و بی‌عدالتی و اجرای صحیح قانون، چه برنامه‌های وسیع، طولانی مدت و همگانی دیگری برای پاکسازی فرهنگی جامعه من باید تدارک ببینیم. همان گونه که گفته شد، ذهنیت، تفکر، زبان و برخوردهای ما معلول شرایط حاکم بر جامعه است، اما متاسفانه این معلول خود در جامعه علت به تحکیم و بقای شرایط حاکم بر جامعه، یعنی علت اولیه خود دامن میزند. بدین معنا که عدم آگاهی ما از آنچه که بر ما گذشته است باعث می شود که ما نه تنها در حفظ این خصوصیات و در زیر لوای حفظ فرهنگ بکوشیم، بلکه با انتقال آنها به فرزندانمان به تخریب و نابسامانی هرچه بیشتر جامعه خویش دامن زنیم. میگویند بشر جایز الخطاست. با قبول خطای خود همبستگی خود را با جامعه بشری اعلام کرده و این فضیلت را به دیگران نیز بیاموزانیم. بیان احساسات. هموطنی معترض و متعجب بود که چرا بعضی از زوجهای ایرانی با زبان انگلیسی به یکدیگر ابراز علاقه می‌کنند و می‌پرسید مگر ما در زبان فارسی عبارت دوستت دارم را نداریم. شیوه غیر مستقیم گویی و استفاده از لفافه و کنایه و به در بگو تا دیوار بشنود در جوامع نابرابر تنها به اظهار عقیده، انتقاد و بیان عیوب محدود نمی شود، بلکه اظهار محبت را نیز به نوعی شامل می گردد. از آنجایی که در این جوامع محبت چه در قالب رفتار و چه در قالب کلام بیشتر اوقات از طرف فروده است به فراده است، در راستای کسب حمایت، دفع خطر یا به دست آوردن امتیازی اظهار می شود، می تواند از طرف هر کس صرف نظر از موقعیت او در هرم اجتماعی به ضعف یا نیاز تعبیر شود و همین امر مانع از ابراز مستقیم آن می شود. کلماتی چون مخلصم، کوچکم، ارادتمندم و واژگان مبالغه آمیزتر دیگری چون خاک پایم، فدایت شوم، قربانت بروم و قدمت روی چشم و دهها کلمه و عبارت دیگر همان دوست دارم است، اما به گونه‌ای غیر مستقیم. مبالغه آمیز بودن این کلمات نیز همان گونه که بیان شد به دلیل عدم اعتمادی است که شنونده به گوینده دارد. طبیعتاً در این جوامع اظهار محبت از طرف قدرتمند به ضعیف کسر شأن تلقی می شود، چرا که فراده است را نیازی به فروده است نیست. از این رو در جوامع مرد سالار مردان تمایل چندانی به اظهار علاقه مستقیم به همسرانشان ندارند، اما از آنجا که در جوامع غربی این تفاوت‌ها و تبعیضات
تا اندازه زیادی کاهش یافته و نه انتقاد و بیان صریح عقیده توهین تلقی می شود و نه ابراز صریح محبت احساس حقارت و کوچکی با خود به همراه می آورد، عده‌ای ترجیح می دهند از این زبان برای انتقاد، بیان عقیده یا اظهار محبت خویش استفاده کنند. هرچند در شروع استفاده از زبان دیگر هنوز بار معانی فرهنگ قومی پافشاری می کنند، اما پس از مدتی این دو زبان بار معانی و احساسی خویش را از یکدیگر جدا می نمایند. مستقیم گویی و عدم صراحت در اظهار دلگیری از عدم محبت دیگران نیز صادق است. عباراتی چون ما را نمی بینی خوشی، راه گم کرده ای، دیگر ما را نمی شناسی، آفتاب از کدام طرف در آمده است. اینها همه شکوه ملایم و غیر مستقیم از نامهربانی هاست. البته در بسیاری از مواقع نیز میل شنیدن به کلام محبت آمیز از جانب دیگران انسان را به استفاده از این عبارات وامی دارد. بسیاری از مهاجران در بد ورود برای نشان دادن مهر خویش یا به محک کشیدن مهر دوستان غربی خود به دنبال معادل این کلمات گشته و چون آنها را نمی‌یابند مأیوس می‌گردند. علت عدم وجود معادلی برای این عبارات یا مصطلح نبودن آنها این است که غربی نیازی به بیان غیر مستقیم و استفاده از ایما و اشاره ندارد و حتی اگر بتوان این کلمات یا جملات را ترجمه کرد، به دلیل اینکه او معانی حقیقی کلمات و عبارات را دریافت می‌کند و نه مفاهیم پنهان شده در آنها را، دچار حیرت و گاه نگرانی می‌گردد. با تمام احوال دیده می‌شود که هموطنان این جملات را ترجمه کرده و به کار می‌برند و همین ترجمه‌ها بخش قابل توجهی از لطیفه‌های مهاجرت را به خود اختصاص داده است. برای مثال قدمت روی چشمم، Your feet be on my eyes. راه گم کرده اید، آفتاب از کدام طرف در آمده است. From which side the sun has risen. Did you lost your way? در همین جا میتوان فهمید که ترجمه کلمه به کلمه بعضی از اشعار فارسی که به خاطر شرایط ناامن حاکم بر جامعه سراسر آغشته به ایهام و استعاره و اشاره است، به زبانهای اروپایی تا چه اندازه میتواند بی‌معنا جلوه کرده و غربیان را دچار سوء تفاهم کند. این نوع ترجمه از ارزش کار این شاعران که از ماهرانه ترین و هوشمندانه ترین شیوه ها در استفاده از این ابزارها در شرایطی سود جستند که صراحت بیان بهای جان می‌طلبیده است، کاسته و غنای ادبی و فرهنگی یک قوم را در چشم قومی دیگر زیر سوال می‌برد. مطالعه ترجمه بعضی از اشعار مولانا و حافظ به انگلیسی مرا به شدت متأثر کرد و این اعتقاد را عمیقاً در من به وجود آورد که درک کامل و درست از متون ادبی و به خصوص شعر مقدور نخواهد شد مگر با خواندن آن به زبان اصلی و با آگاهی از شرایط تاریخی و اجتماعی خلق آن اثر. در اینجا خارج از لطف نمی‌بینم که اتفاقی را که برای یک از هموطنان در خارج از کشور افتاده بود برایتان بازگو کنم. این هموطن که به دلیل سرعت توسط پلیس آمریکا متوقف شده بود، به جای اشتباه کردن معادل آن یعنی گه خوردن را بر زبان می آورد. پلیس با این تصور که این شخص مدفوع خورده و علت سرعتش این بوده که می‌خواسته زودتر خود را به بیمارستان برساند، با بیسیم اورژانس را خبر کرده و او را به بیمارستان می‌رساند. این اعمال آنقدر سریع اتفاق می‌افتد که این هموطن مجالی برای توضیح ارتباط فرهنگ و زبان پیدا نمی‌کند. پس از مشخص شدن نتیجه آزمایشات او را به پرداخت 2 جریمه محکوم می‌کنند، یکی سرعت غیر مجاز و دیگری دروغ گفتن به مأمور قانون. فن مکالمه و گفتگو. هموطنی میگفت بسیاری از ما در اکثر اوقات و تا قبل از اینکه ازدواج کرده و مستقل شویم با والدینمان در زیر یک سقف زندگی می‌کنیم. معمولاً صبحانه، نهار و شام را دور هم می‌خوریم. اغلب با هم به گردش و مسافرت می‌رویم و در عین حال خیلی کم به معنای واقعی کلمه با هم هستیم. همیشه دیوار یا پرده‌ای از حرمت و خجالت که به نوعی بیگانگی منجر می‌شود بین ما و آنها حائل بوده است. دوران بحرانی بلوغ را که بیشترین نیازهای عاطفی را می‌طلبد تنها و سرگردان سپری کرده‌ایم. به ندرت به یاد می‌آورم که توانسته باشم با پدر و مادرم به گفتگوی خصوصی و دوستانه از آنچه که در دل و روحم می‌گذرد پرداخته باشم. هیچ به یاد ندارم که افراد خانواده دور هم نشسته و در فضای دوستانه به دور از تحقیر، توهین و عصبانیت مسائل، دلگیری‌ها و مشکلاتمان را مطرح کرده باشیم.
بیشتر اوقات یا سکوت کرده و فرو خورده ایم و یا اگر شروع کرده ایم به جنگ و جدال و گریه و فحاشی ختم شده است، در حالی که اینها به راحتی می توانند با هم ارتباط برقرار کنند و بدون رو در بایستی حرفهایشان را به یکدیگر بزنند. او می گفت روزی فرزند نوجوانم از مدرسه به خانه آمد و به زبان انگلیسی به من گفت که می خواهد با من حرف بزند. با یکدیگر به اتاقی رفتیم و حدود 1 ساعتی با هم به زبان انگلیسی صحبت کردیم. برایم خیلی جالب بود که با این زبان نه او شرمگین از طرح سوالات و مشکلاتش بود و نه من از شنیدن و صحبت کردن با او در مورد آنها احساس ناراحتی می کردم، در حالی که برای هر دوی ما احترام، غرور، خجالت و ترس سطح‌هایی بودند که مانع از سهولت برقراری رابطه به زبان فارسی می شدند. این خانم هموطن پس از ابراز خوشحالی از اینکه به برکت دانستن یک زبان دیگر فاصله او و فرزندانش بسیار کم شده بود می‌پرسید آیا می‌شود روزی در جامعه ما نیز این فاصله ها که به خاطر وجود تابوهای ذهنی و پرده های نامرئی ترس و احترام به وجود آمده است از بین برود و افراد بتوانند با سهولت و صمیمیت با هم ارتباط صحیح، صادقانه و سالمی برقرار نمایند؟ القای صداقت. دوستی به من تلفن کرد و بلافاصله پس از سلام و احوالپرسی گفت که با چاپ کتابش موافقت کردند. از شنیدن این خبر به راستی خوشحال شدم و ناخودآگاه به زبان انگلیسی گفتم که خیلی خوشحالم. با طعنه گفت میدانم زبان انگلیسیت خوب است و من که غافلگیر شده بودم شرمنده شدم و البته در آن لحظه نتوانستم دلیل قانع کننده‌ای برای او بیاورم، اما پس از کمی تفکر به علت آن پی بردم. در جامعه ما اظهار تأسف و دلسوزی برای حوادث ناگوار و ابراز شادی برای موفقیت‌ها در بیشتر اوقات از دوست و دشمن با هیجان یکسانی شنیده می‌شود. به این علت که این عمل در جهت نشان دادن دوستی و کسب رضایت انجام می‌شود و تقریباً به صورت یک باید اجتماعی و عادت درآمده است. به عبارت دیگر آنقدر این جملات را بدون احساس واقعی گفته و شنیده ایم که اگر زمانی نیز آنها را از صمیم قلب بگوییم کسی باورمان نمی‌کند و به همین دلیل است که مبالغه می‌کنیم و قسم می‌خوریم. اما در کشورهای مدرن به دلایل شرایط متفاوتی که شرح آن گذشت مردم نیازی به جلب رضایت مداوم یکدیگر ندارند، بنابراین در بیان احساساتشان صادق‌تر هستند. در نتیجه بیان احساس با این زبان صداقت بیشتری را القا می‌کند. معانی واژه‌ها. هموطنی از این گلایه داشت که چرا در مهمانی‌ها و اجتماعات کسانی را که به دلایل مختلفی از جمله نداشتن قدرت بیان خوب، نداشتن دانش یا اطلاعات کافی برای شرکت در یک گفتگو، نداشتن هنری برای ارائه در جمع و یا خصلت کم حرفی یا دیرجوشی ساکت و صامت می نشینند با واژه‌هایی چون موقر، متین و محترم توصیف می کنیم. او می‌پرسید آیا این بدان معنا نیست که بقیه اشخاصی را که به نحوی با بیان یا هنرشان شور و شادی می‌آفرینند نامحترم، ناموقر، جلف و سبک می‌پنداریم؟ در جوامع بنیاد شده بر نابرابری و بیقانونی نه تنها مفهومی که از خوبی، نجابت و وقار دریافت می‌شود سکوت است و تمکین، بلکه بسیاری از واژه‌های دیگر نیز دچار همین تعابیر غلط شده‌اند. برای مثال واژه زرنگ در وصف کسی به کار می رود که با تقلب، قانون شکنی و تجاوز به حقوق دیگران کار خود را پیش می برد و عبارت دست و پاچلفتی وصف انسانی است که مراعات قانون و دیگران را می کند. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهم‌های احتمالی است، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب و یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده‌اند رجوع نمایند. متشکرم. در اسارت فرهنگ، ریشه‌یابی خلق و خو، آداب و عادات ما ایرانی‌ها، انتشارات صمدیه 1395، نویسنده و راوی طاهره شیخ الاسلام. بخش 4 از باب 3، نقش نابرابری اجتماعی در شأن مظلومیت و پیامدهای آن. آن که می‌کوشد از ضعف پاسداری کند دشمن پیشرفت بشر است. فردریک ویلهلم نیچه.
هر روشی در زندگی و تفکر که کسی را قوی و متکی به نفس بسازد خیر، و هر طریقی در زندگی و تفکر که از ناتوانی سرچشمه بگیرد یا کسی را ضعیف سازد شر است. عدم تلاش و تحرک، عدم خلاقیت و نوآوری، تکرار آداب و رسوم، تواضعی که به حقارت بیانجامد، قناعتی که بهانه تنپروری گردد، صدقه و خیراتی که به تشویق فقرا و عدم تلاش آنان برای کسب معاش بیانجامد، موجبات ضعف و ذلت را در فرد و به تبع آن در جامعه فراهم می آورد. اقبال لاهوری علت این خصوصیات را عقاید منفی تصوف از قبیل فنا، جبر، قناعت، تسلیم، عجز، فروتنی و گوشه‌گیری می‌داند و معتقد است که این عقاید مسلمانان رزمجوی فعال را تا حد زیادی از قدرت و نیرو محروم کرد و باعث شد عده‌ای مغول‌های وحشی میلیون‌ها نفر مسلمان را به قتل برسانند و آثار تمدن بزرگ اسلامی را در اندک زمانی از بین ببرند. در آن زمان برخی نیز که از این خونریزی‌های بی حساب زنده ماندند، متنفر از زندگی و مأیوس از آن، به غارها، کوهها، خانقاه‌ها و خرابه‌ها خزیدند. دیگر در جامعه کسی که دارای قدرت و روحیه مبارزه جویی باشد، حتی با جستجوی بسیار هم یافت نمی‌شد. اقبال بر این عقیده است که در آن عصر مولانا که خواهان عظمت، شوکت، قدرت و نیرو در مسلمانان بود و سستی، سربزیری، بیکاری و گوشه‌گیری را هرگز نمی‌پسندید، با استعاره‌های بلیغ چنین می‌سرود: ای آفتاب حسن برون آدمی ز ابر، کان چهره مشعشع تابانم آرزوست. یعقوب وار وا اسفاها همی زنم، دیدار خوب یوسف کنعانم آرزوست. زین همرهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور روی موسی عمرانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. همچنین میگویند چون ابوعلای معری متفکر آزاداندیش بیمار شد، دوستی کبک سرخ شده ای را برای او میفرستد که شاید منظره او اشتهایش را ترغیب کند و چیزی بخورد. معری رو به کبک کرده و میپرسد چه گناهی از تو سر زد که به چنین روزی افتادی، و خودش پاسخ میدهد که این مکافات ضعیف بودن است. بزرگترین جرم در زندگی از نظر او ضعف است. ایرج میرزا به این داستان چنین اشاره کرده است: قصه شنیدم که بوعلا به همه عمر لحم نخورد و زوات لحم نیازرد. در مرض موت با اشاره دستور، خادم او جوجه‌ای به محضر او برد. خواجه چون مرغ کشته دید برابر، اشک تحسر ز هر دو دیده بیفشرد. گفت چرا ماکیان شدی نشدی شیر، تا نتواند کست به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. در جوامع بنیاد شده بر نابرابری، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری هر دو زمینه مناسبی برای رشد پیدا می‌کنند. مطلوب و محبوب سلطه‌گران و قدرتمندان کسانی هستند که ضعف خویش را پذیرفته، بر سرنوشت گردن نهاده و با سلطه‌گر به مقابله برنخیزند و در پی تغییر شرایط برنیایند. همانطور که قبلا اشاره شد، در چنین ساختار اجتماعی هر کس می‌تواند در عین اعمال قدرت به مظلوم تر از خویش تحت سلطه مافوق یا قدرتمندتر از خود قرار گیرد. به عبارت دیگر، افراد بر مبنای اینکه در کجای هرم اجتماعی قرار داشته باشند، درجات متفاوتی از سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نشان می‌دهند. رابطه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری در تمامی سطوح اجتماع، از اداره و کارخانه گرفته تا آموزشگاه و مدرسه و حتی در خانواده،
بین شوهر و زن و والدین و فرزندان برقرار است. تعریف و مفهوم خوبی در چنین فضایی همانا اطاعت مطلق است و بس. یعنی به همان ترتیب که بچه خوب بچه‌ای است که حرف شنو بوده و روی حرف بزرگترها حرف نزند، زن خوب نیز زنی است که فرمان بردار شوهرش باشد. کارمند خوب کارمندی است که همیشه گوش به فرمان رئیس باشد و نهایتاً شهروند خوب شهروندی است که چون و چرا و اعتراضی به چیزی ننماید. سلطه‌گر معمولاً با عنوان خیر و صلاح زیر دستان و در لوای عشق و علاقه به آنان اعمال زور و ظلم می کند و بدین ترتیب حق انتخاب و امکان رشد و بالندگی را از افراد تحت سلطه خویش می گیرد. سلطه پذیر نیز با گذشت و فدا کردن خود این خیرخواهی را ارج می نهد و این علاقه را می پذیرد. اما حقیقت این است در هر نوع رابطه که یکی از طرفین با هر دلیل و بهانه‌ای مانع از رشد دیگری در به ثمر رساندن استعدادهای بالقوه شده و باعث گردد که در او احساس حقارت، ناچیزی و ناتوانی به وجود آید، نوعی سلطه‌گری بیمارگونه حاکم است. به علت فراگیر بودن این ویژگی فرهنگی در جامعه ما، در این باب به نمودهای مختلفی از مظلومیت و آثار جانبی آن که به صورت شکست نفسی، عدم قبول مسئولیت، جلب ترحم، ناله و شکوه و شکایت، نفرین و دریغ نمودار می‌گردد می‌پردازم. شاید آگاهی از وجود چنین حالاتی در بین ما بتواند به روش‌ها و راه‌هایی برای خروج از این اسارت راهنمونمان کند و فعالیت و تشویق و ترغیب و امید را برای ما به ارمغان بیاورد. تشویق مظلومیت، رواج ظلم. از زمانی که یادم می‌آید بچه‌های دست و پا چلفتی، خجالتی و مظلوم و فرمانبردار بیشتر مورد مهر و توجه پدر و مادر، اولیای مدرسه و بزرگترها بودند تا آنهایی که می توانستند حرفشان را بزنند و از حق خود دفاع کنند. همین امر باعث می شد که حتی گاهی مظلوم نمایی کنیم تا بتوانیم به بزرگترها شکایت کرده و محبت و ترحم آنان را به خود جلب کنیم. اکنون می‌بینم چقدر در زندگی از این مظلومیت رنج برده و با چه مشکلاتی روبرو شده‌اند. والدین ما هیچگاه فکر نکردند که همیشه در کنار ما نیستند تا ما را در زندگی حمایت کنند. فکر می‌کنم اگر به جای توجه و مهر بیشتری که به خاطر مظلومیتم به من می‌کردند یا به جای دفاع از من مرا تشویق یا کمک می‌کردند که خود از پس مشکلات خود برایم، حرفم را بزنم و حقم را بگیرم، اکنون حال و روز بهتری داشتم. به فرزندانمان دفاع از خویش را همراه با احترام به حقوق دیگران بیاموزانیم و آنها را برای ضعف‌هایشان تشویق ننماییم. اگر با ظلم مخالف و طرفدار برابری هستیم، مظلومیت را تشویق نکنیم، چرا که تا مظلومی نباشد ظلمی صورت نخواهد پذیرفت. ما هم فیلسوف بودیم و نمیدانستیم. گفتم هر وقت رفتیم قری بزنیم و شکایتی از دست روزگار کجمدار، آن هم در این مملکت غریب بکنیم و زندگی را زیر سؤال ببریم، هیچ خارجی ما را تحویل نگرفت. همه با گفتن این که به فلسفه علاقه‌ای ندارند راه خود را کج کردند و رفتند. هیچ کس دل به ما نداد و نگفت خرد به چند است و چه مرگت است. گفت من هم خیلی سعی کردم که اینها را به گود بحث بکشانم. مثلا هر وقت کسی از من میپرسید حالت چطور است، با کشیدن آهی طولانی و گفتن هنوز زنده ام، ناخرسندی خود را از زندگی نشان میدادم. دلم میخواست که آنها از من سوال کنند چه شده و من داستان یک انقلاب، 8 سال جنگ و چگونگی خروج از کشور و احساس بیوطنی و غربت را برایشان شرح دهم و توجه یا ترحم آنها را به خود جلب کنم. اما هرچه بیشتر کوشیدم کمتر موفق شدم.
این وضعیت در اوایل مرا خیلی دلگیر می‌کرد، ولی حالا که سالها از آن تاریخ می‌گذرد متوجه شدم که اینها با نداشتن مشکلات ابتدایی چون غذا، مسکن و بهداشت و همچنین داشتن بیمه بیکاری مورد چندانی برای نالیدن و نق زدن و شکایت از روزگار ندارند. فلسفه زندگیشان نیز بر این است که چیزی را که نمی‌توانند به دست آورده یا تغییر بدهند بپذیرند و چیزی را که می‌توانند به دست آورند یا تغییر دهند برای به دست آوردن یا تغییر دادنش تلاش کنند. کسانی هم که نمی‌توانند خودشان بر مشکلاتشان فائق آیند بیشتر با مشاوران متخصص صحبت می‌کنند. نتیجتاً چون تقریباً برای حل هر مشکلی سازمانی وجود دارد، کسی با کسی حرف چندانی در مورد مشکلات خویش نمی‌زند و به همین خاطر نیز حوصله شنیدن آنها را ندارند. به طور کلی به نظر می‌رسد ما و بیشتر آنانی که از جوامعی چون جامعه ما آمده‌اند از هر بهانه‌ای برای گفتگو از مشکلات شخصی خود استفاده می‌کنیم. اما این گفتگوها بیشتر محدود به شکوه و شکایت از زندگی و روزگار و جلب تأسف و ترحم دیگران است، نه تلاش در یافتن راه حل و اقدام در برطرف کردن آنها. اگر واقعیت داشته باشد. گفتم این خارجی ها یک اصطلاحی دارند که میگویند fake it till make it، یعنی یک چیز را آنقدر تکرار کن تا به واقعیت بپیوندد و این به معالجه از طریق تربیت ذهن معروف است. مثلا تو اگر مبتلا به بیماری خاصی باشی، با تکرار این جمله که من بیمار نیستم کم کم میتوانی بر بیماری خود غلبه کنی. گفت اگر چنین چیزی واقعیت داشته باشد، شاید بتوان گفت فقدان یا کمی اعتماد به نفس در بعضی از ما و خجالتی بودنمان میتواند به خاطر تحقیرهایی باشد که در طول زندگی در قالب کلمات و جملات مرتباً بر ما خوانده شده است. گفتم از آن مخربتر تکرار کلماتی است که بعضی از ما در جهت کوچک کردن خود در برابر دیگران یا به نام شکست نفسی یا در جهت بزرگ جلوه دادن و خوش آمدن آنها به کار میبریم. حرفها و کلماتی که در زبان محاوره‌ای و روزمره ما آنچنان متداول شده اند که دیگر زشتی آنها را نمیبینیم. گفت با این حساب میتوان فهمید که چرا شاهان، سلاطین و قدرتمندان زمانه نه تنها قدر قدرتی و قوی شوکتی و سایه خدا بودن خود را باور داشتند که باقی مردم را نیز انسان به حساب نمی آوردند. بیاییم گوهر یکسان انسانی را در همه باور کنیم و با کلمات و جملات عادتی مهتری و کهتری را به دیگران و به خود تلقین نکنیم. زین خلق پرشکایت گریان شدم ملول. اولی گفت بسیاری از مهاجران کاروبارشان به راه است، خانواده در کنارشان، رستوران‌های ایرانی در دسترسشان، شب نشینی‌هاشان برقرار، ساز و ضرب و موسیقیشان بجا، رادیوهای ایرانی و مجلات وطنی و حتی فروشگاه‌های ایرانی با بهترین مواد غذایی صادراتی در اختیارشان. اما تمامی حرف‌هایشان فریاد فراق است و غم غربت و شکایت از روزگار. اما جالب اینجاست که بسیاری از ما که از دوری از وطن شکایت می‌کنیم و دم از عشق وطن می‌زنیم، اگر هنگامی که در وطن بودیم می‌خواستند ما را برای مدتی به یکی از مناطق محروم یا شهری کوچکتر منتقل کنند، به هزار در می‌زدیم که نرویم. مگر زابل اهر ساو نتن از عراک وطن ما نبود؟ دومی گفت به نظر من بسیاری از این سوز و آه و ناله ها به خاطر این است که در کشور خودمان هر یک از ما را 10 نفر می شناختند، می دانستند که من یا شما مثلا لیسانس داریم، دکتر یا مهندس هستیم، در فلان مؤسسه کار می کنیم، فرزند، برادر یا عموزاده آقای فلانی که فلان سمت را در فلان وزارتخانه دارد هستیم و هویت و کیستی ما به اینها بند بود. اما در خارج از کشور دیگر هیچ کدام از اینها را نداریم. از اینها نیست که بگذریم باید بگویم که شکایت و ناله از روزگار جزئی از فرهنگ ماست و نق زدن و نالیدن عادتمان، به خصوص در خارج از کشور. حتی اگر دلت هم تنگ نباشد و کلاهت را هم اگر در وطن مانده باشد حاضر به برگشتن و باز آوردن آن نباشی، باید با بقیه هم نوا شوی، چرا که در غیر این صورت ممکن است به نداشتن ارق وطن پرستی متهم گردی.
شکایت از روزگار، ناله از درد. می گفت مدت زیادی در این کشور در خانه سالمندان کار کردم، اما هیچگاه ندیدم که این سالمندان از پیری، کهولت یا بیماری‌های لاعلاجشان به کارکنان و پرستاران یا کسانی که برای عیادتشان می‌آیند شکایت یا گله‌ای کنند. همچنین ندیدم که همچون ما با کمترین ناراحتی یا پیش آمدی فلسفه حیات و زندگی را زیر سؤال ببرند و از روزگار شکایت کنند. به نظر می رسد که اینها بسیار منطقی تر از ما پدیده های طبیعی زندگی چون بیماری، پیری و مرگ را پذیرفتند. گفتم شاید اینها آموختند که بیان مکرر درد نه تنها از میزان آن کم نمی کند، بلکه به شدت آن می افزاید و دیگر اینکه درد و بیماری و زمینگیری بخشی از زندگی به خصوص در سنین بالاست، باید آن را پذیرفت و با آن کنار آمد. چرا اظهار رضایت نمی کنیم؟ پرسید راستی چرا هنگامی که کسی از حال ما می پرسد، حتی اگر مسئله جدی نیز نداشته و زندگی ما نیز رو به راه باشد، معمولا ترجیح می دهیم ناله از روزگار را سر دهیم و کمتر از زندگی اظهار رضایت کنیم. پاسخ داد به چند دلیل ساده. اول اینکه به ما آموختند از خوشی‌ها و موفقیت‌هایمان با کسی حرفی نزنیم، چرا که ممکن است ما را نظر بزنند. دوم اینکه اگر دیگران بدانند که وضع و روزمان خوب است، ممکن است از ما متوقع شوند و کمک بخواهند و چون ما معمولا نمیتوانیم جواب منفی به کسی بدهیم، بهتر است از اول آب پاکی را روی دست همه بریزیم. و سوم اینکه وقتی به ما آموختند که تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. با علم به اینکه در شهر، کشور و دنیای ما هستند بسیار کسانی که از گرسنگی رنج میبرند، بیغم بودن ما میتواند نشانی از سنگدلی ما و اظهار غم و شکوه از روزگار نشانی از روح بالای انسانی ما داشته باشد. آزادی، برابری و وصال. اولی گفت یکی از ایراداتی که امروزه برخی از شاعران، نویسندگان و حتی مردم عادی ما که در غرب زندگی می‌کنند بر این جوامع می‌گیرند این است که در غرب دیگر از عشق‌های با شکوه، اسطوره‌ای و عظیم خبری نیست. سوالی که در این رابطه به ذهن می‌رسد این است که آیا در جوامع غیر مدرن عاشق با خواست خویش از معشوق دوری می‌جسته یا اینکه نرسیدن به معشوق و به دنبال آن به وجود آمدن عشق‌های اسطوره‌ای به خاطر سنت‌های غلط، نابرابری جنسی، اختلافات طبقاتی، تعصبات قبیله‌ای و سایر بهانه‌های بنی اسرائیلی و قوانین ظالمانه اجتماعی بوده. برای مثال، آیا پدر لیلی از مجنون مرتباً خواهش می‌کرده که بیا دختر مرا بگیر و ببر و مجنون تشکر می‌کرده و اظهار می‌داشته که فراق لیلی را بیشتر از وصالش دوست دارد و ترجیح می‌دهد در فراقش گریه کند تا شاعران بتوانند برایش شعر گفته و از آن اسطوره بیافرینند. دومی گفت شاید این اعتراضات به خاطر علاقه بیش از حد ما به شکوه و ناله باشد. برای همین هم هست که ما گاه ترجیح می دهیم که اوضاع زیاد هم به سامان نباشد تا ما بتوانیم غرمان را بزنیم و شکایت از روزگار را سر دهیم. اولی گفت اگر چنین باشد باید شرایط حاکم بر جامعه امروزی ما را حفظ کنیم، چرا که با برقراری امنیت و عدالت اجتماعی و آزادی موانع وصال نیز کم می شود. در این صورت نه عشق‌های اسطوره‌ای دیگر به وجود خواهد آمد و نه دیگر موردی برای شکوه و گلایه. به این ترتیب بخش عظیمی از اشعار ما نیست که به ناله از فراق معشوق، زاری از بیوفایی او، التماس برای دیدن گوشه ابروی او، لعن و نفرین به رقیب و از این قبیل مسائل می پرداخت، تراوت و تازگی خود را از دست داده و از دایره مصرف خارج می شوند. راه دیگری برای نشان دادن عشق. ایرانی به خارجی گفت ما معمولاً عادت نداریم احساساتمان را ابراز کرده و مانند شما مهر و علاقه من را نسبت به کسانی که دوستشان می‌داریم با صراحت نشان دهیم. خارجی با تعجب پرسید پس چگونه می‌فهمید که چه کسانی دوستتان دارند یا دیگران چگونه در می‌یابند که شما دوستشان داشته اید؟ ایرانی پاسخ داد خیلی ساده، ما بر مرگ آنان که خیلی دوستشان داشته ایم گریه بیشتری می‌کنیم و دیگرانی که ما را زیاد دوست داشتند بر مرگ ما بیشتر خواهند گریست.
کی می شود یادش به خیر؟ آیا تا کنون توجه کرده اید که بسیاری از ما در هر مقطعی از زندگی که باشیم دلمان می‌خواهد آن دوره زودتر تمام شود. در بیشتر دوران زندگیمان شکایت از حال داریم و برای تمام شدن آن که در واقع تمام شدن قسمتی از زندگیمان است دعا می‌کنیم. این عبارات برایتان آشنا نیستند؟ کی از دست این مدرسه رفتن راحت می‌شویم؟ خدا کند این دانشگاه تمام شود تا ما راحت شویم. خدا کند ازدواج کنیم و سر و سامان بگیریم و بعد از سر و سامان گرفتن. کی می شود این بچه‌ها بزرگ شوند و ما راحت شویم؟ کی می شود این بچه‌ها به سر و سامان برسند تا ما نفسی بکشیم؟ و وقتی همه آنچه را که خواسته بودیم صورت گرفت و ما راحت شدیم، کمرمان خم، چشممان کم سو، سرمان تاس و گوش‌هایمان سنگین شدند و آن وقت است که سبک و مدل غر زدن و ناله کردنمان به این شکل تغییر می‌کند. یادش به خیر آن موقع که مدرسه می رفتیم. یادش به خیر آن موقع که دانشجو بودیم. یادش به خیر آن روزها که تازه ازدواج کرده بودیم. یادش به خیر وقتی که بچه‌هایمان کوچک بودند و از سر و کول ما بالا می رفتند. و یادش به خیر. نگران اینها نباشید. مدتی از آمدن و سکونتمان در خارج از کشور نگذشته بود که روزی مادر بزرگ تلفن کرد و پس از سلام و احوال پرسی از من پرسید این خارجی ها برای باز شدن دلشان چه می کنند؟ گفتم مقصودتان چیست؟ گفت آخر ما وقتی دلمان بگیرد به مسجد می رویم یا یه روزخوان دعوت می کنیم و یک گریه درست حسابی می کنیم تا دلمان باز شود. می خواستم بدانم آنها هم برای باز شدن دلشان از همین روش استفاده می کنند؟ گفتم نه مادر بزرگ، روش اینها برای باز شدن دلشان یک مقدار جزئی با مال ما فرق دارد. شما بهتر است نگران اینها نباشید. کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد. کتاب ترانه‌های ایرانی را که به تازگی در سیدنی چاپ شده بود به دست گرفته و با اشتیاق مشغول ورق زدن آن بود و شدیداً در بحر ترانه‌های قدیمی که خاطراتش را زنده می‌کرد غرق شده بود که ناگهان مانند ارشمیدس که از شوق کشف یک قانون فیزیکی از حمام بیرون دوید از اتاق بیرون پرید و رو به من کرد و گفت خیلی عجیب است، نه تنها بسیاری از اشعار ما گله و شکایت و ناله و شکوه موزون و قافیه دار است، بلکه بیشتر ترانه‌های ما نیز شرح فراق است و اشک و آه و شکایت از بی‌وفایی، درد جدایی و غیره. وقتی دید با حیرت نگاهش میکنم گفت میدانم حتما میخواهی بگویی شعر و ترانه شاد از دل شاد برمیخیزد و در جامعه‌ای که فقر دست به دست بی‌عدالتی داده است دل شادی نیست. و چون سکوت مرا دید گفت اما بد نبود اگر کسی تحقیقی کامل و جامع در رابطه با اثرات شرایط اجتماعی ما بر شعر و موسیقی من انجام میداد. بعداً وقتی از روی کنجکاوی سری به چند کتاب از شاعران معاصر و متقدمانی که در اختیارم بود زدم، آنها را مملو از واژگان ساده و مرکبی چون ناله مرگ، رنج، آه سحر، ناله شب، آتش جدایی، رنج بی‌وفایی، سوز دل، آه بی ثمر، شمع سحر، ناله های محبت بار، شکوه از جفا، سوز تب، اشک حسرت، شبهای انتظار، دل بیقرار، امید ابد، سوز جگر، دست مرگ، سکوت گران، آتش آه و غیره دیدم و با خود اندیشیدم که نکند ما در این مورد نیز در دایره بسته‌ای اسیر شده ایم، دایره‌ای که در آن از یک طرف شرایط نابسامان اجتماعی نگاه منفی و برخورد انفعالی در ما به وجود می آورند و از طرف دیگر شاعران ما همان نگاه و احساس یأس را از طریق اشعار خود به نسل‌های بعد از خود منتقل می کنند. به طور حتم باید راه خروجی از این دایره ناامیدی و حرمان به دنیای امید و تلاش و تکاپو وجود داشته باشد. گریه بر هر درد بی درمان دواست. میگویند گریه و خنده هر دو به نوعی باعث تسکین دردها و تخلیه فشارهای روانی می شود. اما به نظر می رسد با توجه به نوع و شدت درد در جوامع مختلف به یکی از این دو بیشتر توصیه می شود. عبارت laughter is the best medicine به معنای خنده بهترین داروهاست در کشورهای غربی بیشتر به گوش می‌خورد، در حالی که ما گریه را دوای هر درد بی درمان می‌دانیم. طبیعی است وقتی مردم نگران فردای خود هستند، وقتی برای بیمارشان در بیمارستان‌ها تخت خالی وجود ندارد، وقتی کسانی که در پشت میزها برای خدمت نشستند بر آنها اعمال قدرت می‌کنند
وقتی حقشان پایمال می شود و دادرسی نیست، نمی توان آنها را به خندیدن توصیه کرد. همیشه چیزی کم است. مهاجر اولی گفت: من در این کشور غریب چه می کنم؟ جای من اینجا نیست. من باید در خانه‌ام و بین هم زبانهای خودم باشم. مهاجر دوم به او چنین دلداری داد: قصه نخور. امثال من و تو در این کشور و کشورهای دیگر کم نیستند. هر کس به هر دلیلی هم که وطنش را ترک کرده باشد، باز هم احساس می کند چیزی کم دارد. آن کس که تنها آمده است فکر می کند علت غمش تنهاییش است. آن که با فامیل آمده تصور می کند دوستانش را کم دارد. کسی که با فامیل و دوست آمده فکر می کند آنجا کار و بار بهتری داشت. و آن کس که همه اینها را دارد باز احساس می کند چیزی در اعماق وجودش گم شده است. و دلیلش نیز این است که اینجا مانند یک استخر و وطن مانند یک دریاست. انسان ممکن است هنگامی که در دریاست حتی به اندازه طول یک استخر نیز شنا نکند، اما احساس در دسترس بودن دریا حال و هوای دیگری دارد. مهاجر دیگری گفت: برای من وطن نابسامان مانند داشتن فرزندی معلول و لاعلاج است که هنگامی که در کنار توست از دیدنش رنج میبری و هنگامی که نیست دلت برایش تنگ میشود. پذیرفتن یک کشور پیشرفته به جای وطن مانند قبول کردن بچه سالم باهوش و زیبای دیگری به فرزندی است. انسان هر قدر هم این فرزند خوانده را دوست داشته باشد، از عشق و نگرانی او نسبت به فرزند بیمار و معلول خود چیزی کاسته نمی شود. شکست نفسی و عواقب آن. هرچه می کرد نمی توانست کاری در خور دانش و تجربه خودش گیر بیاورد. با سواد بود و باهوش، موقع شناس بود و منظم، فعال بود و خلاق، تجربه کافی نیز داشت. تمامی این صفات را استادانش در زمانی که دانشجوی آنها بود در توصیه‌نامه‌هایی برایش برشمرده بودند و او این توصیه‌نامه‌ها را در جوف تقاضای کار خود می‌گذاشت. پس از مشاوره با کارشناسان امور کاریابی معلوم شد که علت اصلی ناموفق بودن او در به دست آوردن کار تقاضانامه‌ای است که خود نوشته و روی بقیه مدارکش می‌گذارد. ظاهراً او در نامه خود نه تنها هیچ گونه اشاره‌ای به توانایی‌های علمی و شخصی خود نمی‌کرد، بلکه با تواضع بیش از حد خود را کمتر از آنچه بود معرفی می‌کرد. با این اطمینان که توصیه‌نامه‌هایش خبر از قابلیت‌های او می‌دهند. به علاوه که امتیازی نیز برای شکست نفسیش نصیبش می‌شد. به او پیشنهاد شد که در تقاضانامه‌هایی که می‌نویسد به تمامی آنچه در توصیه‌نامه‌ها در مورد او نوشته‌اند اشاره کند و اگر مهارت‌ها و توانایی‌های دیگری نیز در خود سراغ دارد آنها را نیز ذکر کند، چرا که در اینجا آنچه خود او بگوید برای مدیر و کارفرما حجت است و توصیه‌نامه‌ها موقعی از ارزش برخوردار می‌شوند که شخص به آنچه که در آنها نوشته شده است معترف باشد. از آن پس هرچند برایش بسیار سخت می‌نمود نامه‌ای تهیه کرد و در آن به تمام قابلیت‌ها، مهارت‌ها و تجاربی که داشت اشاره نمود و در مدت کوتاهی موفق شد کاری در خور دانش و تجربه خیش به دست آورد. اما چرا تواضع که در تمامی فرهنگ‌های بشری نوعی فضیلت محسوب می‌شود، مانع یافتن کار برای این هموطن شده بود؟ در جواب این سوال باید گفت که خصوصیت افراط و مبالغه کردن ما این فضیلت بسیار زیبای فرهنگی را نیز مانند بسیاری دیگر از فضیلت‌هایمان دگرگونه و از محتوای واقعی خیش خالی کرده است. بدین معنا که تواضع که به معنای بزرگ ندیدن خود است، به کوچک کردن و حقیر شمردن خود تبدیل شده است. تواضع یعنی این که فرد از معرفت، دانش و آگاهی آنچنان سرشار و سنگین شود و به غنای درونی برسد که دیگر نه نیازی به فخر فروشی به دیگران و جلب توجه و تأیید آنان داشته باشد و نه تمایلی به آن. در حقیقت توانایی علمی و مادی بایستی به توانایی معنوی یعنی تواضع بیانجامد، نه به خود برتربینی و خودشیفتگی. تواضع علمی باعث می شود که ما دریچه فکر و ذهن خود را بر حرفها و نظریات و عقاید دیگران باز بگذاریم. عبارت درخت هرچه پربارتر است افتاده تر است
مثالی است برای نشان دادن چگونگی تواضع و به سادگی این معنا را می‌رساند که همان گونه که درختان پربار افتاده می‌شوند، انسان نیز اگر پربار باشد خواه ناخواه مانند درخت افتاده می‌شود، یعنی به خود مغرور نشده و به دیگران فخر نمی‌فروشد. اما به نظر می‌رسد که این عبارت نیز در طول زمان تغییر فرم داده و به صورت درخت هرچه افتاده تر است پربارتر است در آمده و برای همین است که مردم برای نشان دادن بار خود تظاهر به افتادگی می کنند. بدین معنا که خود را حقیر و کوچک نموده و کمتر از آنچه که هستند نشان می دهند. یعنی به جای اینکه تلاش در پربارتر کردن خیش بنمایند تا به لحاظ معنوی افتاده شوند، تظاهر به افتادگی می کنند تا نشان دهند که پربارند و از این نکته غافلند که حتی در مورد درخت نیست چنین چیزی صادق نیست. به عبارتی هر درخت پرباری با احتمال زیاد شاخه‌هایش به لحاظ قوانین فیزیکی خم و افتاده می شود، اما هر شاخه خم و افتاده‌ای دلیلی ندارد پربار باشد، چرا که ممکن است شاخه ضعیف بوده و در اثر باد خم شده یا پرنده سنگین وزنی روی آن نشسته باشد. من خود وقتی متوجه این مشکل شدم که روزی یکی از استادانم در دانشگاه سیدنی پس از یک بحث کوتاه علمی در زمینه تخصصیم مرا به خاطر درکی که از مسئله داشتم تشویق کرد و من بر طبق عادت فرهنگی خود به جای تشکر و تأیید او که بین اینها بسیار رسم است گفتم که چشمانتان قشنگ می‌بیند، من که چیزی نمی‌دانم. و او نگاه حیرت انگیزی به من کرد و بر اساس این است که هرچه باشد من خود را بهتر از او می‌شناسم و در گفتارم صداقت دارم، دچار این شبهه شد که در مورد من اشتباه کرده و همین خاطر برای من اظهار تأسف نمود و با معرفی چند کتاب به من توصیه کرد که بیشتر مطالعه کنم. مشکل این سوء تفاهمات که معمولاً از تفاوت دو فرهنگ ناشی می شود در اینجاست که پس از آن نمی‌دانیم چگونه آنچه را که گفته ایم رفع و رجوع نماییم. چرا که من باید میگفتم نگران نباشید، حق با شما بود. در این صورت او میپرسید پس چرا گفتید چیزی نمیدانید؟ من باید به او میگفتم که این کار من شکست نفسی بود. سپس بایستی شکست نفسی را برایش توضیح میدادم. و آن موقع اگر میپرسید به چه دلیل نفس خود را میشکنید، ممکن بود مجبور به ایراد چند ساعت سخنرانی فرهنگی و تاریخی بشوم. چنین بود که از توصیه او تشکر نموده و لیست کتاب‌ها را برای مقابله با بیسوادی خود از او گرفته و با خود عهد کردم که اگر اینها مرا در موردی تشویق کردند تشکر کنم و نفسم را فقط برای هموطنانم بشکنم که هم متوجه پرباری من میشوند و هم میدانند چگونه شکستگی آن را بند بزنند. ذهن توانا، جسم توانا. گفت دیروز در فروشگاهی شخص سال خورده ای را دیدم که از شدت کهولت کمرش دوتا شده بود، به طوری که صورتش کاملا رو به زمین بود. چند بار خواستم بروم و از او بپرسم که احتیاج به کمک دارد یا خیر، ولی هر بار چیزی در درونم مانع این کار شد. دلیلش را پرسیدم و او در جوابم چنین گفت: راستش صحنه‌هایی را که در مدت زندگیم در این کشور شاهد بودم باعث به وجود آمدن چنین ذهنیتی در من شده است. مثلا در اکثر اتوبوس‌ها 2 صندلی پشت سر راننده و در نزدیکترین محل به در ورودی اتوبوس را به افراد ناتوان یا معلول اختصاص دادند. بارها شاهد بودم که سالخوردگانی وارد اتوبوس شدند و بدون توجه به آن صندلی‌ها تا اواسط اتوبوس رفته و در جای دیگری نشستند. بسیاری از مواقع نیز شاهد بودم که کسانی در اتوبوس بلند شده و صندلی خود را به سالخوردگان یا معلولان تعارف کردند، اما آنان قبول نکرده و با تشکر کردن و گفتن اینکه مشکلی ندارند همچنان ایستادند. همین موارد باعث شده که من برای پیشنهاد کمک به آن شخص سالخورده و ناتوان دچار تردید شوم، چرا که تصورم بر این بود که این کار را توهین به عزت نفس خود تلقی خواهد کرد. سپس پرسید آیا علت این پدیده در سلامتی اینهاست؟ گفتم به نظر نمی رسد که انسان در سنین بالای 80 و 90 آنچنان سالم و قبراق باشد که از کمک دیگران خوشش نیاید. با توجه به تجربه و شناختی که من از این جامعه به دست آوردم، فکر می کنم این هم مثل بسیاری خصوصیات دیگر ریشه در نوع تربیت اینها داشته باشد. در این جامعه ضعف و زبونی چیز پسندیده‌ای تلقی نمی شود. روی پای خود بودن، به نیروها و قابلیت‌های خیش متکی بودن و استقلال فردی خیش را
در هر شرایطی و تا آنجا که مقدور است حفظ کردن ارزش قلمداد می شود. شاید همین نوع نگرش به زندگی که از زمان کودکی با آن پرورش می‌یابند باعث ایجاد اعتماد به نفس و ذهنیت قوی در اینها شده و این ذهنیت قوی در وضع جسمانی آنان نیز تأثیر گذارده است. این خود ممکن است یکی از عواملی باشد که این 20-30 سال طول عمر اضافی را که به دلیل تغذیه خوب و بهداشت نصیبشان شده بتوانند روی پای خود بایستند و سربار چندانی بر دیگران نباشند. و این درست عکس آن چیزی است که ما در جامعه خود شاهدان هستیم. برای مثال وقتی با واکنش‌های افراطگونه خود یک حادثه کوچک مثلا زمین خوردن کودکمان را به فاجعه‌ای در چشم او تبدیل می‌کنیم یا با تأکید بیش از اندازه در احترام گذاشتن به سالخوردگان و همچنین ترحم بر ضعف و بیماری آنان باعث می‌شویم که افراد هم در جهت کسب احترام زودتر از موعد به استقبال پیری بروند و هم در جهت جلب ترحم تظاهر به بیماری کنند. بار مهنت سبکتر از بار منت. حتما توجه کرده اید که در ادبیات ما تا چه اندازه به قناعت و نخواستن و پشت پا زدن به دنیا در جهت حفظ شأن و غرور انسان توصیه شده است. مثلا شاعری چون سعدی نان خشک و لباس پاره خود را ترجیح می‌دهد بر خوراک چرب و لباس نرم و گرمی که قرار است با منت ارزانی او شود. به نان خشک قناعت کنیم و جامه دلق که بار مهنت خود به که بار منت خلق. و حافظ نیز منت کشیدن از افراد فرومایه و پست را تا جایی نمیپسندد که حاضر نمی شود حتی به ازای دریافت 300 کیلو طلا دست به آن بزند. چو حافظ در قناعت کوش و زین دنیای دون بگذر که یک جو منت دونان به 100 من زر نمی ارزد. اما در کشورهای غربی اصلاً حرفی از این مسائل نیست. این تفاوت میتواند ریشه در این واقعیت داشته باشد که چون در جامعه ما امنیت مادی مردم را تأمین نمی کرده‌اند، حمایت و دستگیری از افراد فقیر و نادار بر عهده مردمی واگذار می شده که توانایی مالی بیشتری داشتند و در این حال به فقرا هم توصیه می شده که قناعت پیشه کنند و برای دریافت کمک اضافی دست پیش هر کسی دراز نکنند. در حالی که در کشورهای مدرن دولت‌ها خود مسئول فراهم آوردن حداقل زندگی برای شهروندانشان هستند. بدین ترتیب که دولت از همه افراد جامعه بر مبنای میزان درآمدشان مالیات می‌گیرد و این مالیات‌ها را خرج بهداشت و آموزش و بیمه بیکاری و سایر حوایج قشر محتاج‌تری از مردم می‌کند. به این طریق غرور مردم حفظ می‌شود، یعنی کسی مهنتی نمی‌کشد که مجبور شود به زیر بار منتی رود و کسی گرسنگی نمی‌کشد که به خاطر آن مجبور به گذشتن از عزت نفس خویش شود. توانگری به قناعت یا توانگری به بضاعت. بدون شک زندگی امروزی همگی ما به نوعی به پول وابسته است. پول به دلیل برآوردن نیازهای اولیه‌ای چون غذا، مسکن و پوشاک به انسان احساس امنیت و استقلال داده و شأن و غرور او را حفظ می‌کند. این استقلال و عدم وابستگی خود نوعی توانگری و قدرت است، چرا که ضعف در وابستگی است و ریشه بسیاری از وابستگی‌ها در وابستگی مادی است، چه در سطح فردی و اجتماعی و چه در سطح جهانی. این وابستگی در هر سطحی که باشد می‌تواند منجر به بسیاری از مفاسد اخلاقی و اجتماعی گردد. در ادبیات ما به قناعت تأکید بسیار شده. حتی یکی از باب‌های گلستان سعدی به این فضیلت اختصاص یافته است. اما عدم درک صحیح از این صفت نیکو و ارزشمند به عدم رشد و خلاقیت افراد و در نتیجه عدم پیشرفت جامعه ما انجامیده است. در توضیح این مطلب باید گفت که گاهی فرد به دلایلی نمیتواند کار کرده یا بازده کاری چندانی داشته باشد. در این صورت اگر این فرد به آنچه که دارد قانع نباشد، علاوه بر رنج درونی ممکن است تن به ذلت داده و آنچه را که می‌خواهد یا از طریق دریوزگی یا دزدی و تجاوز به حقوق دیگران به دست آورد. قناعت در این مورد نجات بخش است و آراسته بودن به چنین فضیلتی یا تلاش برای کسب آن اگر کسب کردنی باشد بسیار ارزشمند است. اما اگر کسی قادر به کار کردن باشد و قانع بودن را بهانه‌ای برای تنپروری قرار داده
و اوقات خود را به بطالت بگذراند، منظور نداشتن تولید فکری و خدمات، پسندیده نیست. این نوع گذران زندگی نه تنها در زندگی فرد که در زندگی خانواده و اطرافیان او نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت. به خصوص اگر قبول داشته باشیم که ما به عنوان انسان نه تنها مسئول زندگی خویش و خانواده خود هستیم، بلکه در مقابل جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و در مراحل پیشرفته‌تر در مقابل جهانی که به آن تعلق داریم مسئولیم. ارزش و زیبایی قناعت در این است که فرد قانع به تلاش تولید پرداخته و با ثمره کار خود دیگرانی را حمایت کند که به دلایل منطقی و اصولی قادر نیستند از پس زندگی خود برآیند. از اینها گذشته توانگری که فقط حاصل قناعت باشد توانگری محدودی است، یعنی میتواند مانع از دست دراز کردن شخص قانع جلوی این و آن گردد. اما این فرد هر قدر هم که سخاوتمند، نیک سیرت، خیراندیش و عاشق هم نوع خویش باشد، نمیتواند با دست خالی این فضیلت‌ها را از قوه به فعل درآورد، یعنی منشأ کار یا خدمتی برای دیگران باشد. اما قناعت یک شخص ثروتمند به 2 دلیل به توانگری او می‌انجامد. یکی این که با نداشتن حرص مال و جاه از رقابت با دیگران و چشم و همچشمی با آنان رها شده و به نوعی آرامش ذهنی دست می‌یابد، و دیگر این که می‌تواند از مال خویش نه تنها در راه حل مشکلات فردی دیگران استفاده کند، بلکه از طریق احداث سد، مدرسه، بیمارستان و سایر کارهای عام المنفعه به جامعه نیز خدمت نماید. در حقیقت این است آن توانگری که با داشتن قناعت به وجود می آید. قناعتی این گونه اگر در سطح کشورهای جهان وجود می داشت، ما شاهد شکافی به این عظیمی بین کشورهای فقیر و ثروتمند جهان نبودیم. متاسفانه سردمداران این کشورها نه تنها به این فضیلت آراسته نیستند، بلکه زیاده طلبی آنان باعث فقیرتر شدن کشورهای دیگر جهان نیز شده است. اما به راستی وقتی در کشور خودمان شکافی بزرگتر از شکاف بین کشورهای فقیر و غنی، بین قشر مرفه و قشر نادار وجود دارد و ثروتمندان ما تلاشی در جهت کم کردن این شکاف نمی کنند، چه انتظاری از دولتمردان و سیاستگزاران کشورهای ثروتمند می توانیم داشته باشیم؟ فقط به خاطر ملت. اولی گفت توجه کرده ای بسیاری از کسانی که خارج از کشور به کارهای فرهنگی مانند ایجاد فرستنده رادیویی یا دایر کردن نشریه یا تشکل گروه‌های فرهنگی و سیاسی می‌پردازند، معمولاً با اظهار این نکته که هدف آنها پاسداری و اشاعه فرهنگ ایران است و خدمت به ملت و میهن، و با شکوه و گلایه از سختی کار منت آن را بر سر هموطنان و مهاجر می‌گذارند و طوری حرف می‌زنند که تصور می‌شود اولاً آنها را مجبور به این کار کردند و ثانیاً اگر آنها کارشان را تعطیل کنند ملت و مملکت نابود می‌شود و به فرهنگ و تاریخ ما آسیب‌های غیرقابل جبران وارد می‌گردد. راستی چرا بسیاری از ما حتی اگر با خواست باطنی خودکاری را انجام می‌دهیم منت آن را بر سر فرد یا افراد دیگری می‌گذاریم؟ گویی بیان عبارت من از کاری که می‌کنم لذت می‌برم یا برای دل خودم این کار را می‌کنم در فرهنگ ما چندان معمول یا پسندیده نیست. دومی گفت از بس خدمات و محبت‌هایمان را بیشتر از سر اجبار یا تحت فشار یا به خاطر رودربایستی و نرنجاندن یکدیگر انجام داده ایم، در کارهایی نیست که با میل و اراده و برای نفع یا لذت خود انجام می‌دهیم به دنبال شخص دیگری می‌گردیم که در نفع و لذتمان شریک باشد و ما بتوانیم منتش را بر گردن او گذاشته و با این کار در خود احساس فداکاری، گذشت و آرامش وجدان نماییم. به خصوص که گفته‌هایی چون برای من و به خاطر خودم نوعی خودخواهی را القا می‌کند و این مغایر با دیگر خواهی است که در فرهنگ سنتی ما یک فضیلت شمرده شده است. البته باید گفت یکی از دلایل منت گذاشتن می‌تواند نیازی باشد که ما به درک خدماتمان از طرف دیگران داریم. متاسفانه از آنجایی که بین ما تشکر و قدردانی به خصوص از خودی‌ها و افراد بسیار نزدیک رواج چندانی ندارد، این نیاز برآورده نشده و افراد را گاه مجبور می‌کند
که محبت‌هایشان را به رخ یکدیگر بکشند. به این دلیل است که معمولاً دیده می‌شود مردان پس از ازدواج منت کارهایشان اهم از شغل و غیره را بر سر همسرانشان می‌گذارند، به نحوی که گویی در زمان تجرد خیش از صبح تا شب زیر سایه درختان یا در زیر گرمای مطبوع خورشید دراز می‌کشیده و ندیمگان آنها را باد می‌زدند یا مشتمالشان می‌دادند و زنان نیز منت تغذیه و تیمار فرزندانشان را با وجود لذتی که از این کار می‌برند بر سر شوهران می‌گذارند و هر دوی آنها نیز منت هر کاری را که می‌کنند بر سر فرزندانشان. من نمی‌خواستم، شما اصرار کردید. یکی دیگر از ویژگی‌هایی که بین هموطنان مقیم مشاهده کردم این است که وقتی یک کار جمعی به خصوص از نوع غیر انتفاعی آن در پیش است، کمتر کسی تمایل خود را برای همکاری اعلام می‌دارد، حتی اگر هم علاقه به آن کار داشته باشد و هم لیاقت آن را در خود سراغ داشته باشد. اکثرا می‌خواهند که با تقاضا و خواهش دیگران انجام آن کار را به عهده بگیرند. علت می‌تواند این باشد که اولا در فرهنگ ما درخواست چیزی حتی اگر در حد مسئولیتی برای کمک و همیاری به مردم باشد پسندیده نبوده و دور از شأن است و ثانیاً اظهار علاقه به انجام کاری نیز ممکن است این سوء تفاهم را به وجود بیاورد که شخص علاقه‌مند به مطرح کردن خویش است که آن هم مذموم است. ثالثاً گفتن این که من آدم لایقی برای این کار هستم نیز خودستایی محسوب می شود و مخالف تواضع و شکست نفسی است که در فرهنگ ما یک ارزش تلقی می شود. رابعاً این عمل نیز این خطر را در پی دارد که پس از قبول مسئولیت عده‌ای برای اثبات عدم لیاقت او شروع به کارشکنی در کارها کنند. مهمتر از همه این که با اصرار دیگران مسئولیت کاری را قبول کردن این حسن را دارد که نه تنها میتوان منت آن را بر سر دیگران گذاشت، بلکه اگر از پس مسئولیت‌ها به خوبی بر نیامدیم میتوانیم بگوییم من نمیخواستم، شما اصرار کردید. اعتقاد به شانس. معمولاً هر حادثه یا اتفاقی را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در جهت مصالح و منافع انسان پیش بیاید، مانند یافتن شغل مورد علاقه در مؤسسه و شهر دلخواه یا ملاقات عزیزی در جایی که اصلاً انتظارش را نداریم و غیره، را به شانس تعبیر می‌کنیم و اگر در جهت مخالف خواسته ما باشد به بدشانسی. اعتقاد به شانس و تصادف بین مردمان تمامی جوامع وجود دارد و به همین خاطر هم هست که معادل واژه شانس را در تمامی زبان‌ها می‌توان یافت. اما به نظر می‌رسد که در جوامع مدرن نوع و میزان اعتقاد به شانس تا اندازه قابل ملاحظه‌ای با جوامع سنتی متفاوت است. توضیح این که رفاه اقتصادی و امنیت اجتماعی حاکم بر این جوامع محیط مناسبتری را برای پرورش انسان‌های راضی و شاد و در یک کلمه سلیم النفس آماده می‌کند. وجود افراد ناباب در چنین جوامعی را جزو خصوصیات ارثی و شرایط نامناسب خانوادگی آنها یا مخلوطی از این دو نمی‌توان مربوط دانست. در چنین فضا و با چنین شرایطی آدم باید خیلی بدشانس باشد که گیر یکی از این آدم‌ها بیفتد. و اگر نیز چنین شود، چون قانون تا اندازه زیادی مدافع حقوق همگان است و اجازه اعمال نظر و سلیقه شخصی و آزار به افراد نمی‌دهد، معمولا فرد ناباب نخواهد توانست تأثیر چندانی بر زندگی دیگری بگذارد. با چنین توضیحی معلوم می شود که در فقر، نابرابری، عدم امنیت و بیقانونی نمیتوان انتظار وجود انسانهای راضی و شاد و سلیم النفس را داشت. وجود چنین انسانهایی در این جوامع را معمولاً جز به ارث و خانواده خوب آنها یا ترکیب از این دو نمیتوان مرتبط دانست. بدیهی است در چنین جوامعی شانس نقش عمده‌تری پیدا می‌کند. بدین معنی که آدم باید شانس بیاورد که همسایه خوب، معلم خوب، رئیس خوب، صاحبخانه خوب و مستاجر خوب، همسر خوب، خواهر و برادر خوب و حتی پدر و مادر خوب گیرش بیاید و خیلی خوش شانس باشد که در اداره‌ها سر و کارش با آدم‌های سلیم النفس بیفتد. به علاوه در جامعه‌ای که قانون از شهروندانش دفاع نمی‌کند، آدم باید شانس بیاورد که مثلا پارکی در کنار خانه‌اش احداث شود و بعد شانسی بیاورد تا زمینی را که با خون دل خریده در وسط اتوبان قرار بگیرد. به همین نحو در یک جامعه بیقانون که عقیده و نظر افراد تحت تاثیر احساساتشان قرار می‌گیرد، آدم باید شانس بیاورد مسئولی که به امضای او محتاج است در حال و هوا و احساس خوشی باشد
مثلا شب قبل با همسرش دعوا نکرده باشد یا آن روز ترفیع گرفته باشد. به علاوه اینکه در شرایطی که تو قدرت انتخاب نداری و دیگران برایت سرنوشت رقم میزنند، باید شانس بیاوری که این دیگران برای تو انتخاب درخوری بکنند. قصه اینها را نخور. اولی گفت خیلی غم انگیز است که بعضی از سالمندان در این کشورهای غربی در خانه‌هایشان میمیرند و پس از آنکه جنازهشان بو گرفت همسایه‌ها میفهمند و به سراغشان میآیند. دومی گفت جالب است که اکثریت ما این 20 تا 30 سال عمر اضافی را که به برکت پیشرفت‌های اینها در زمینه‌های پزشکی و بهداشت نصیبشان شده نمی‌بینیم. عمری که بیشتر آن را نیز به برکت امکانات تفریحی که برایشان مهیا شده است به خوشگذرانی سپری می‌کنند. ما قصه آن یک نفری را می‌خوریم که از میان هر چند صد نفرشان در خانه‌اش فوت می‌کند و کسی را بر بالین ندارد. آیا این نوع برخورد به خاطر این نیست که برای ما مردگان اهمیت و ارزشی بیشتر از زندگان دارند؟ مرگ‌های نابهنگام. پدر سالمند استاد راهنمای یکی از دانشجویان ایرانی در سیدنی فوت می‌کند و چند نفر از دانشجویان به مراسم عزاداری او می‌روند. ظاهراً هنگامی که به آدرس محل برگزاری مراسم نزدیک می‌شوند فکر می‌کنند که اشتباه آمده‌اند، چرا که هیچ گونه علائمی که حاکی از چنین مراسمی باشد به چشم نمی‌خورد. نه پرچم سیاهی بر سردر خانه و نه آوای قرآن یا انجیل یا صدای گریه زجه و ناله‌ای. در عوض فامیل، بستگان و دوستان متوفا را می‌بینم که در حال نوشیدن چای و قهوه به گفتگو با یکدیگر مشغولند. یکی از دانشجویان که در این مراسم شرکت کرده بود گفت حتی عزاداری‌هایشان هم به آدمیزاد نمی‌ماند. صد رحمت به خودمان که مراسمی چنان باشکوه در عزای عزیزانمان، حتی آنهایی که سالها پیر و زمینگیر بوده‌اند، برگزار می‌کنیم و نه تنها سوم، هفتم، چهلم، بلکه سالگرد مرگ آنها را نیز برگزار می‌نماییم و برای مدت‌ها نیز سیاه می‌پوشیم. دیگری گفت من با شیوه اینها بیشتر موافقم. با شیوهی که ما در عزاداری‌هایمان گریه و ناله سر داده و به سر و سینه خود می‌زنیم، اگر کسی نداند فکر می‌کند که یا ما اصلاً به آخرتی اعتقاد نداریم یا اگر داریم مطمئن هستیم متوفا به جهنم می‌رود. به نظر من اینها بیشتر مراقب و متوجه زنده هایشان هستند، در حالی که ما برای مردگانمان ارزش و احترام بیشتری قائل می‌شویم. به علاوه اینها برای خودشان زندگی می‌کنند و ما برای دیگران. شاید اگر ما هم به خاطر توقع و انتظار دیگران نبود ترجیح می‌دادیم مثل اینها آرام و بی سر و صدا عمل کنیم. در این حال برای ما که تفریحی نداریم و هر گونه تجمعی به منظور شاد بودن نیز با موانع و مشکلاتی روبروست، بهترین کار دنیایی و آخرتی گرد هم آمدن برای عزاداری‌هایمان است. به علاوه در جوامع فقیر و ناامن به لحاظ اقتصادی بیشتر اوقات با مرگ یک فرد زندگی عده‌ای که از نظر مادی به او وابسته‌اند دچار اختلال می‌گردد. این مسئله به علاوه نزدیکی بیش از حد ما به یکدیگر که ریشه در وضعیت اقتصادی ما دارد، باعث وابستگی عاطفی بیشتری بین ما شده و فقدان بستگان را در نزد ما جانگدازتر می‌کند. از تمام اینها که بگذریم، اگر زندگی را موهبتی بدانیم که به انسان ارزانی شده و دنیا را سفره‌ای پر از غذاهای لذیذ و نوشابه‌های گوارا، میتوان گفت که هر کس فقط یک بار این امکان برایش فراهم می شود که بر سر این سفره بنشیند و از آن بهره ببرد. اگر کسی از سر این سفره نیمسیر یا گرسنه بلند شود و برای همیشه برود، باعث تأسف و ناراحتی همگان می گردد. اما اگر سیر از این سفره برخاسته باشد، تأثیر کمتری را برمی‌انگیزاند. تأثیر بیش از حد ما برای رفتگانمان شاید از اینجا ناشی می شود که می دانیم آن که رفته هر کس و در هر سنی که بوده از این سفره سیر بر نخواسته و کارهایی ناکرده، آرزوهای برآورده نشده و حتی حرفهای نگفته بسیاری داشته است. اما شاید اینها می دانند که متوفا هر که بوده تا لحظه‌ای که زنده بوده خوب زندگی کرده و کمتر در حسرت داشتن چیزی، انجام کاری یا گفتن حرفی بوده است. شاید برای همین هم هست که برای ما هیچ مرگی به هنگام نیست و من خود هر آگهی ترحیمی را که در زندگیم تا کنون دیدم از مرگ نابهنگام متوفا خبر داده است و ضمناً هر وقت خبر مرگ کسی را میشنویم به گونه‌ای غیر ارادی و تأثرآور میگوییم طفلکی تازه میخواست که یا کاری را شروع کند یا در حین انجام کاری بود یا کاری را تازه تمام کرده بود.
مثلا بیچاره تازه ازدواج کرده بود، تازه بازنشسته شده بود، تازه عروس آورده بود، تازه میخواست خانه جدیدی بخرد، تازه نوه‌اش به دنیا آمده بود. گفتم اگر تمام این کارها را نیز کرده باشد، میگوییم طفلکی با اینکه 100 سال عمر کرد هیچ چیز از زندگی نفهمید و رفت. لازم به ذکر است که پاورقی‌ها به دلیل وقفه‌ای که در خواندن نوشتارها به وجود می‌آوردند از فایل‌های صوتی حذف شدند. از آنجا که این پاورقی‌ها حاوی نکات جالب و همچنین توضیحاتی در جهت رفع سوء تفاهم‌های احتمالی است، از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود به نسخه چاپی کتاب یا فایل‌های نوشتاری آن که به صورت PDF در کانال تلگرامی در اسارت فرهنگ قرار داده شده اند رجوع نمایند. متشکرم.